تخم مرغ بشوریمش یا نشوریمش؟ حتما تا حالا کلی پست براتون تو اینستاگرام اومده که تخم مرغ رو بشوریم. خب یه باکتری به نام سالمونلا ممکنه بره داخل تخم مرغ و با خوردنش وارد بدن ما بشه و کلی بیماری خطرناک ایجاد بکنه. نشوریمش بذاریمش داخل یخچال، اتفاق بدتری میفته. اونم اینه که این باکتری روی سطح تخم مرغ میمونه و کل محیط یخچال رو میتونه آلوده بکنه. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که بعد از شستن تخم مرغ ما اون رو ضد عفونی بکنیم بلافاصله. و بهترین گزینه برای ضد عفونی کردن مواد خوراکی از جمله تخم مرغ محلول هیپوکلوروس اسیده. محلول هیپوکلوروس اسید رو ما میتونیم داخل اسپری بریزیم، بلافاصله بعد از شستن تخم مرغ روی سطحش اسپری کنیم، 5-6 دقیقه بذاریم بمونه و بعد با خیال راحت بذاریمش داخل یخچال. علاوه بر سالمونلا هر نوع آلودگی میکروبی دیگه روی تخم مرغ باشه از بین میره و با خیال راحت ما میتونیم بذاریمش داخل یخچال. نه خودش آلوده است اون وقت، نه مواد غذایی دیگر آلوده میکنه. مرسی. میوه دقیقا همون سناریویی که ما راجع به تخم مرغ داشتیم راجع به تمام مواد خوراکی داریم. میوه‌ای که ما از بیرون میخریم قطعاً روشون آلودگی وجود داره. کلی آدمای مختلف به این دست دادن، کلی محیطای مختلف رفته و آلوده شده. بهترین کار مثل سناریوی تخم مرغ اینه که بعد از اینکه میوه رو ما شستیم با محلول هیپوکلوروس اسید روی سطحش اسپری کنیم، ضد عفونی کنیم، 4-5 دقیقه بذاریم و بعد انتقالشون بدیم به یخچال. راجع به همه میوه‌ها میتونیم این کارو بکنیم و راجع به سبزیجات که خیلی مهمترن هم همین کارو میتونیم انجام بدیم. بعد از اینکه شستشو دادیم، گلولایشون از بین بردیم، محلول هیپوکلوروس اسید رو روش اسپری کنیم، 4-5 دقیقه بذاریم بمونه و بعد با خیال راحت بذاریم داخل یخچال. هم خودش ضد عفونی میشه، هم آلودگی به محیط یخچالتون منتقل نمیکنه. مرسی.